این زندگی برای من هیچی نداشت، همش بیابون بود. دادگاهشم باید صحرایی باشه. ایوبم دوست ندارم. چند وقت از زندان آزاد شدی؟ فقط در آخر یه خورده ایوب و خلیل سرسنگین شده بود. زده برادرمو کشته، میفهمی؟ از شما زود این چیزا رو بفهمی. من از سار و خون برادرم نمیگذرم حاجی. حماقت نکن نادر. وقتی این نفر رو بر بگیره نباید بهش دست بزنی یا حتی نزدیکش بشی. فقط میتونی از دور بهش لگد بزنی. کجا میخواد بره؟ آخرش باید بزنه بیرون. ما که همینجا وایسادیم. تفنگ بابا ما تفنگشو به هیچ احد و ناسی نمیده. اینا کیان که باشون در افتاد؟ من میترسم علی. اون بی همه چیز آدم فروش منو فروخت. چون بچه من به کسی چیزی نگفت. سار